عزیز بدرک تاخت چندین خطا را زیر پرچم خود متحد نمودند. خوشبختی و بدبختی هزارها زمان در دست من است. عقل و سخاوت و روح جان را به تو سپردم. التجا میکنم سلامتی و عمری بردوامم بخش تا اینکه به آن مقصد بزرگه که در پیش گذاشتم برسم. خانه بزرگوار، او بخشنده شو خیالات ادام آرام نبودم. قیدانه با تو خواهش سخن گفتن دارم. قیدان؟ از کجا میدانی که او قیدان است؟ خود گفت. آواز گفت که از دنیا آمده است و تو سخنان مهمی را باید درس کنم. باز یکان دیوانه از عقل بیگانه شده یا قلابی گذرایه. ایزان از شود. چنگیزخان بزرگ و زانو پیرسگی بیاداب نزد خانی بزرگ همه باید به زانو زدن. در زانو زدن تنها نزد خداوند رواست، نه بنده خاکی. خانی بزرگ اجازت در سری بیمست این پیرسگ را از تنش جدا سازم. بگذار را رو همسال را احترام باید کرد، چون که از کنسالی کسی را رای گریز نیست. کیستی؟ سرای واسط معلوم که کشورهای زیاده را گشته اید. از کدام زمین هایی؟ برای من زمین و کشورها وجود ندارند. مقصد از دیدن چیست؟ مقصد از آمدن این است که میگویم ما خواست آسمان جا
برایت اهمیتی ندارد. لیکن چی من آن رمزان میگویم؟ در بالای سرت پار ابری پدید خواهد شد و در همه کارهایت همراهیت خواهد. لعنت بالا. آره، پار خواست آسمان جاوید که بارا قدرتیت را در روی زمین معین میکند. لیکن تو باید آن بارا را احتیاط کنی، مگر نه مناپذیر گشتن آن از قدرت بی‌نظیر ناممحدود خواهی. فرض کردم که آسمان جاوید این سخنها را به دل تو انداخت تا اینکه به ما برسد. فرض کردم که من به این افسانه تو باور کردم. لیکن بگو ای مرد غیب دان، من آن پار ابری آزاد آسمان را چگونه احتیاط کردم بدان. شاید سواره های آسمانی بالدار را بفرستند که نگاه نشان میکنند، یا همچون اسب سور لجامش بزنند. ابر آسمانی را که با صد سویش میبرد، من چگونه احتیاط کردم بدانم. چگونه احتیاط کردنش را من نمیدانم. اینش کاری توست. ولی این ارمان است. در کجایی که باشم پیوستم میاندیشم چه ارمان خویش را از خود جدا کنم تا که همراه من نمیرد و با تو زنده بمانم. ایلاجه نمیرم و آن فکر میکنم ای کاش ارمان پرنده یا درنده من موجودی زنده بشود. تو به دستم داده گفته توانم بگی این ارمانی من است و از این پس همیشه با تو خواهد بود. آن را از هلاکت باکی نیست. لیکن تزوجو هم دارم. چی خیلی چی بشد امروز خانی بزرگ